این ترازو رو انکار نکن. ترازو در قرآن هم ثابت شده است. و نضع الموازین القسط، ما روز قیامت ترازوهای عدالت را میمونیم. ترازوهای ویران، ترازوهای فریب ندارد روز قیامت. شعار روز قیامت لا ظلم الیوم، امروز ظلم نیست. و برای چی الله تعالی مثلا میتواند گوید که عملهای خیر تو از عملهای شر تو بسیار است، تو برو به جنت. یا یک کسی دیگه گوید که عملهای شر تو از عملهای بدی تو زیاد است، برو به دوزخ. نه، بلکه در پیش خودش او در دو ترازو عملاش به چشمش میبیند. عملهای بدی خودش را میداند، میبیند، به یاد دارد. این چون عملهای خوبش هم میبیند و وزن ترازی هم به چشمش نگاه میکند که کدامش وزنی نیست. بنابراین بعضی علما گفتن که وای بر حال آن آدمی که یکش دهش بای داده است. گفتن وای بر حال آن آدمی که یکش سبوک برآمده است از یکش وزنی برآمده است از دهش. به چی معنا؟ اگر گناه کنید یک تا نوشته میشد. یک گناه نیت کردید و با همون گناه اگر اجرا کنید یک گناه کرد گفته نوشته میشه. اگر کاری خیر نیت کنید و اجرا کنید 10 کاری خیر گفته نوشته میشه. این کمترینش کاری خیرتون کمترین ثوابی که الله تعالی میده 10 ثواب میده، نه 10 برابر ثواب میده. مکافاتش 1 سوم باشه 10 سوم میده. مکافاتش 1 میلیون باشه 10 میلیون میده. کمترین عملتون اون از 10 میشه تا 700، از 700 تا جایی که الله تعالی خواست. والله واسع علیم. الله تعالی ذات وسیع است، ذاتی که ملکش وسیع است، داد و کرمش وسیع است. الله تعالی حد و حدود ندارد، ملکش داده هم میگرد. بنابراین الله تعالی ترازوی عدالت رو روز قیامت میماند. ترازو در چندین آیات ها ثابت شده است و در حدیث ها هم. در سوره زلزله هم الله تعالی میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی مثقال ذره خیر کند روز قیامت مکافاتش میگیره. کسی مثقال ذره بدی کنه جزاش میبینه روز قیامت. وقتی که کتاب شدید خواندید 1 دقیقه 2 دقیقه این الله تعالی نوشته میمونه. دیگر آدم ها به گناه و به تلفن بازی مشغول هستند، شما علم میخوانید. روز قیامت این در ترازوی حسنات شما هست. وای بر حال آن آدمی که یکش وزنین برآمده است از دهش، و معنای که گناهش از ثوابش زیاد برآمده است. چون که گناه 1 نوشته میشد، عملی ثواب 10 نوشته میشد. شما 10 تا عملی خیر کنید الکی 100 نوشته میشد. 10 تا عملی گناه کنید 10 نوشته میشد. با وجودی همین اگر کسی که یکش دهش را غلبه کند وزنین بیاید وای بر حالش کنه. یعنی با وجود این دلالت میگه گناهش زیاد است. نسأل الله سلامت و العافیه. خلاصه روز قیامت عملهای بنده ها در ترازو برکشیده میشه و این چه خودش هم برکشیده میشه، خودی آدم. بنابراین در یه حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم که بعضی آدم هایی که در دنیا قد و قامتی بلند دارند و جسمی عظیم دارند روز قیامت میبینند مانند پشه قنات خاموشک در نزد الله تعالی قدر ندارند. و عبدالله بن مسعود را گفتند که اتضحکون من دقت ساقیه، شما از باریکی این دو ساق عبدالله بن مسعود خنده میکنید. والله انهما لاثقل فی المیزان یوم القیامه من جبل احد. قسم به نام الله تعالی این دو پای عبدالله بن مسعود روز قیامت از کوه احد وزنین است. دو پایهای باریکش از کوه احد دیده وزنین‌تر از در پیشگاه الله تعالی. عملها هم برکشیده میشد، خودی انسان هم برکشیده میشد روز قیامت.